به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران، برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شما یک قصه خیلی تربیویه که هم برای برادران و هم برای خواهران یک درس عبرت خواهد شد نقل نمایم. و البته اگر در وقتی گفتن این موعظه اگر به خطاگی راه دهم، الله ذوالجلال مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. و پیش از آن که قصه را آغاز میکنم، برادران و خواهران اهل اسلام، به شبکه تربیوی ما آبان شدن را فراموش نکنید. در زیر هر یک نوار نشانی اون لایک را وقتی پخش میکنین، اون قصه ها و اون پند و اندرزی که شما گوش میکنین به سمع دیگر برادران و خواهران میرسد انشاءالله. الله سبحانه و تعالی از کبر و غرور کردن، از حسد خوردن، از فکرهای خطا و از کار خطا همه ما و شما را در حفاظتش نگه دارد. قصه ای که امروز میخواستم برای شما نقل کنم چنین است. جوان دختری شوهر میکند و هر صبح شوهرش را برای نماز بامداد بیدار میکند تا از جماعت دیر نماند. در این مدت یک روز شوهرش را دیرتر بیدار میکند که از نماز جماعت دیر میماند. نماز را به جماعت دوم میخواند. بعد نماز امام مسجد نزدش آمده میگوید شما شوهر فلان زن هستید؟ مرد ناخواست قهر و غضب شده میگوید تو چی کاری داری با زن من؟ امام مسجد در جواب میگوید به خدا قسم خواب دیدم همه کسانی که امروز در جماعت اول بودند وارد بهشت شدند. در بینمان یک زن بود. گفتم این کیست؟ گفتند این همسر فلان شخص می باشد. و این مرد سراسیماً به خانه برمیگردد تا خوشخبر را با همسرش برساند. وقتی وارد خانه می شود می بیند که همسر گرامیش در حالت سجده جان را به حق سپاریده است. انا لله و انا الیه راجعون. دوستان من، در بسیار نبرها گفتیم در این دنیا هر یک ما و شما خطا میکنیم، سخن خطا میگوییم، قدم خطا میگذاریم، ولی وقتی توبه میکنیم و مهر و محبتی شوهری و همسری را مستحکم میکنیم، اولا الله سبحانه و تعالی از ما رضا و بعدم وقتی که اون نماز را سری وقت میخوانیم و بین همدیگر مهر و محبت و باوری را مستحکم میکنیم، از سخنهای بی اساس و گمانهای خطا و دل سیاه دور میشیم، انشاءالله بخت و سعادت نصیب هر یک ما و شما. دوستان من، در زندگی پستی و بلندی حیات بسیار، لیک از بنده فقط صبر و تحمل کردن. بهر گفته های مرد و نامرد های این دنیا باور کرده، مرد همسرش را تکوب کرده یا زنها و گفته هر خیل زنهای نابکار باور کرده و از شوهر خود هر خیل گمانهای بد کرده، حیات خود را نسوزانین. چون که در این دنیا یگانه دوستی بهترین اولا الله سبحانه و تعالی، بعدا پدر و مادر. البته الله تبارک و تعالی در همه حالت مددگاری هر یک ما و شما. این دنیا دنیای دو روزه. یک کاری کنین که از شما نسل نورسی صاحب عقل و صاحب علم و صاحب معرفت و سالم و با قوت باقی ماند. وقتی اگر در خانه زن و شوهر با هم دیگر دشنام کردین، جنجال کردین، آرامی نباشد، از اون فرزندها فقط ضرر میبینند و خلاص. واقعا در این دنیا هستند بعضی از خواه مرد باشد خواه زن، اونی که در سامانه یوتیوب نامی صحیفه ادنا کلاسیک یک زن بی عقل را گذاشتیم. استغفر الله العظیم. چندی مراتبه حتی ماهای اون اپریل بود والله اعلم ماهی مای بود گفتم ای زن رو از پی کار باری زندگی خود شو. لیک استغفر الله، شیطان در آمده است یا که جن در آمده است، هر دو شمی یک استغفر الله العظیم هیچ طاقتی یک سخن نیک را ندارد. حتی سخنهای سخت هم گفتیم، مقصد از این راه خود نگه دار. سبحان الله 4 ماه آرام شد. یک بعد از 4 ماه اون جینی که داد سیزون چخلی که میگن نوش پیدا شد، باز اون رفتار غیر انسانی و غیر مسلمانی خودش آغاز کرد. خداوند متعال از این خیل زنهای پست
همه با شما را نگهبان باشه. و بار دیگر میگویم که در زندگی بین همسر و شوهر مهر و محبت، باوری کامل و از خیانت کردن به یکدیگر را هدایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. اگر در وقت گفتن این موعظه اگر به خطا گیر راه داده باشم، الله ذوالجلال مرا مغفرت کند. باز از همه شما عذر میخواهم اگر یگان سخنی به دل شما سخت رسیده باشد، چون که این زنهایی که گفتم در بالا اونا وکاس زدن میگیرن. چرا که مردم روز میگن سگ وکاس میزند کاروان رفتن میگیرد. چون که در بسراهای پیش نگفته بودیم با کلام الله سبحانه و تعالی بنده را جوری مکش چون در دل اسرارت منم. بنده را جوری مکش چون در دل اسرارت منم. دایما در یاد من باشی اگر یارت منم. عرض کن بر من اگر از مردمان بینی ستم، بد مشو سودای عمرت را که بازارت منم. به همین خاطر توکل به الله سبحانه و تعالی میکنیم و اون زنهای بی عقلی که فکر و عقیده رسوا دارند به الله میسپاریم. الله تبارک و تعالی یار نگهبان همه شما باشد.